خانم اسلام میکنین؟ من؟ خب باشه. خب دوست دارین چه مدلی بزنم؟ آها فهمیدم. چطوره چتری زاویه دار بزنم یا مثلا لایه لایه کوتاش کنم که بتونین فرق وسط بذارین؟ هر جور که خودتون میدونین، چون نظر من خیلی اهمیتی نداره. انگار یه مشکلی پیش اومده ها؟ چون راجع بهش صحبت نمی‌کنین؟ خب راستش نمیخوام سرتون رو در بیارم. نه این چه حرفیه؟ اشکالی نداره، بگی. احساس میکنم اهمیتی ندارم. شاید به خاطر ظاهرم باشه. حس میکنم کسی بهم توجهی نمیکنه. میدونید خیلی معمولی و به درد نخور. ای وای ببخشید، بازم دارم غر میزنم، معذرت میخوام. نه خوشحال میشم که درد دلاتو بشنوم. ادامه بده. هیچ کس حتی دوبارم بهم نگاه نمیکنه، انگار اصلا وجود نداره. مطمئنم خیلی سخته. آره هست، ولی خب تقصیر اونا هم نیست. من که مثل خواهرم خوشگل نیستم. یه دختر حوصله سربر با یه ظاهر حوصله سربر. من که همچین چیزی نمیبینم. وای چقدر خوشگل شده. ممنون. خیلی ممنون. نه من ممنونم و ممنون که به حرفم گوش کردی. هی دوست دارم بازم ببینم. خیلی خوب، نفر بعدی کیه؟ سلام قربان، چه خبر از کاروبارتون؟